خب سلام علیکم بینندگان عزیز، دوستان گرامی، خوب نچیون و دیگر شخصانی که نوارهای بنده را هموقت پیگیری میکنند. ضمن بعد دو روزی که با شما دادیم، الان ما در نزد دو شخصیت خیلی بزرگ، معروف و مشهور و خدمت میکنگی در جمهوری ما قرار دارم. بنده اکای میرزا یوسف هستم. در کنار ما اکای حکمت الله استاد میرزا یوسف، شخصیت‌هایی که شناخته نیاز به تعریف زیاد در نشر نیست. حضور ما هماهنگ با هم در این همایش علمی طبی در عمری و دیگر برنامه‌هایی که تهیه شده است، ما روز از روز ساعت به ساعت که استفاده داریم. هم سفرهای تفریحی هست، استراحتی، و هم سفرهای علمی هست و تحقیقاتی علم و تجربه های دیگر اساتید میشنویم. اکای میرزا یوسف استاد، شما مثلا دویم علاقه روزی سیوم است. سیوم روزی همین اشتراک خودمان در این همایش های تکلیف شده که در جمهوری ایران ما قرار دارید، البته در شهر کیش، جزیره کیش. چه احساسات خوبی برای شما تجربه ها شد؟ بتونید یک قسمت از این همایش ها را یک سخن کنید که چی حالت ها شد؟ سلامت و سربلند باشید. بسیار سفر باید تا پخته شود خامه، صوفی نشود صوفی تا در نکشد جامه. وقتی که ما با این ملک افسانویه که هم خون و هم خاکی اجدادان ما هستن اومدیم، باور کنید که یک دنیای دیگر به خود را تصور کنیم. در اینجا ما حتی ورود آمدیم در تابستان کیش که اگر ما با پالتوی با تلپک یا شبکه داخلی تیاره شده بودیم، اینجا آمدیم تنی کاستوم یا که تنی کوتاه. بسیار باد هوای تازه، گلگشت‌های عجایب دارند. ما رفتیم من خلیج فارس تماشا کردیم که حتی مردم در همین حالت در آب بازی بودند. از گل و گلگشت‌ها اینجا تماشا کردیم و با راه‌های هوایی حتی سیر کردیم. مردمی مخصوصا مردمی ایران با نسبت خلق ما احترام خیلی زیاد دارند و به خصوص از سرور دولت ما که حتی در داخل کشور وقت ما بودیم باید وجد زیاد که احسان به همون سرور شما که اینقدر ملت شما رو نگهداری میکنه، بسیار ارزگذاری میگذارد برای هر یک کارش. اما آمدیم اینجا برای ما تبادل البته افکارها، تبادل کارهای هم طبی هم کارهای ایجادی. اینجا مردمان بودن از ازبکستان، از تاجیکستان، ما از ایران با همکاری ما فکر و عقیده‌های خود را با آنها درباره گل و گیاه‌های خود ما گپ زدیم و دیدیم که حتی بعضی همبستگی هم عیناً هم گل و گیاهایی که در ما وجود دارد در اینها نیز همه چیز وجود دارد و با کمی تغییرات‌ها. این البته خودش نشانه که ما مردم یک منطقه هستیم. ما به خاک یک خیله داریم. ما می‌بینیم از غذاهای اینا بهره می‌بریم، خیال می‌کنیم در من تاجیکستان خودمون هست. هرچند اینجا وطنی بزرگواران زیادی هست، از جمله از فردوسی بزرگوار سر کرده تا اساسگذاری طبی امروزی ما که زاده بخارا بوده، عمر در همدان اینجا خاک شده است. یک چند در این جهان ز خود پیدا شو، با حسن جمال زندگی شیدا شو. سینا نشوی هم از سینایی کن، مجنون نشوی هم عاشق شیدا شو. ما در این کنفرانس ها اینو حس کردیم که بسیار اعتقاد برای نسبت سینای بزرگوار دارم و نسبت تمدن ما هم خیلی احترام زیاد دارم. تشکر برای حسن اندیشه استاد اکای میرزا یوسف. و بزرگان میگن سفر خودش یک علمی هم هست، چون اگر دانشجو در یک مکتب در یک نزد یک استاد بنشیند از علم وی بهره مند شود، وقتی که انسان سفر میکند با خلایق شناس میشود، با آفریدن آفریدگار و با اذهان ذهنهای دیگری هم رفیقا هم قدم ها. فکر میکنم شخص دانشجو که طالب علم طلب دانش باشد، هدفش اگر همین باشه آنچه را میخواهد میگیرد و شخص به هدف به فکر
در نزد عالی منبع در مکتب در صنف نزد پرتبشانش پروایی ندارد، چون که مغزش و معرفتش و هدفش اون نیست. و که هدف اون است که بهره بری علم است و تقویت دادن علم های خویش است. این چیزا را که با رسیده استیم با اون چی که میخواستیم. و استاد دکتر حکمت الله، اندیشه شما رو میخواستیم در این حاشیه روزی سیوم همین سفر که با هم هستیم، حالا چه احساسات های خوبی رو بتونه یک گوشه از این نشست رو صحبت کنید برای بیننده ای که ما رو میبیند در صحیفه های بنده، شما را از شما یک معنویات استفاده میکنند. یک گوشه حاشیه همین اگر در طول 3 روز هر گوشهش باشه قبول است. یک حاشیه چه احساساتی را دیدن تون اگر کم بیان که بسیار خوب میشه، چه تفریح و چه علمی تیپی چیزی باشه نباشه. باعث افتخار است، باعث شرفمندی است که امروز ما در کشور ایران، کشور باستانی ایران قرار داریم مقصد از اشتراک در همایش علمی فرهنگی که پگاه در همدان، در شهر همدان برپا می‌گردد و دیدن کردیم در این دوام 2-3 روز از جاهای تاریخی این کشور دیدن کردیم، احساسات خیلی بلند برداشتیم. بسیار جاهای تاریخی ناگهان ما دیدن کردیم و مردم ایران و مردم تاجیک یک توجه خیلی زیاد دارد، یک حرمت و احترام خیلی زیاد دیدیم، یک پیشوازگیری خیلی خوب بود و مخصوصا آنها توجه دارن و پیشوای ملت پرزیدنت محترم ما مولانا رحمان که این دو مردم هم فرهنگ و هم زبان باز هم نزدیکتر کردند، این روابط از بین برداشتند، رفت و آمد ما زیاد می شود و از این مردم هر دو کشور یک بهره میبرند، هم از جهت فرهنگی هم از جهت علمی و مخصوصا همون جای تاریخی که امروز ما دیدن کردیم همین در خلیج فارس بودیم. امروز در خلیج فارس یک ساحل یک دریای کلان خلیج فارس که هر روز ما در واسطه اخبار و در بعضی رکلامه ها میدیدیم، امروز ما همین چیزا نزدیک دیدیم و وقتی که ما با کشتی نشستیم در اونجا ما یک مرجان های دیدن کردم از نزدیکی در تنگ آب بودن، در زیر آب همون کشتی های بود که زیر آب خوب نشان میداد. ما از اول ماهی های هر خیلی که در اینجا شنا میکنم دیدن کردم، یک تاثیرات خیلی خوب بخشید به ما و در هر جایی که ما میرویم، در هر جایی که ما قدم میزنیم این مردم فقط با یک سلام گرم و جوشان، با یک احترام بزرگ ما را پیشواز میگیرن، همیشه در لبانشون خنده هست، چون که همزبانان خود وقتی ما با زبان دری و با زبان تاجیکی گپ میزنیم توجه آنها خیلی زیاد میشه. آنها کسی که نباشد به ما نزدیک میشود، سخن میگویم، ما سخنگویی میکنیم از مردم کشور خود به آنها یک اخبارات میتیم، یک گرچند که آنها خبردار هستند از این، لیکن ما همه چیزا را زیادتر باید نقل میکنیم و عموما یک توجه خیلی زیاد داریم. ما مقصد داریم که پگاه در همین همایش کنگرس بزرگ که در شهر همدان میشه، هم علمی هم فرهنگی، اویدی همین در موضوع یکم تیپ همین پیش روی که در ساحه تیپ است در کشور ما با این مردم معرفی سازیم، مخصوصا آن گل و گیاهایی که امروز خیلی مشهور هستند در کشور ما با اینها معرفی سازیم و در آینده همون چیزی که ما امروز و فردا در همین کنفرانس علمی گرفتیم و بهره بردیم
و این خالی نمیموند، ما این همه به مردم خود میرسونیم. یک درجه هم باشه، یک قدری یک معلومات علمی، معلومات طبی زیادتر میشود. این همه به منفعت این دو کشور است. سلامت باشید. استاد دکتر حکمت الله، تشکر برای ابراز اندیشه خیلی واضح و خوب. مجال دارد که در آخر سخن یک سخن استاد را تبع فکرهای خود را الوه نمایم، اگر استاد اجازت کنم، به خاطر وصف از کار خوب پیشوای معظم ملت بود، پرزیدنت کشور بود، پرزیدنت ایران دکتر پزشکیان، که روادید را از بین گرفتن. یعنی که برای همه اهل فارس و ساکنین دو کشور امکانات ها را فراهمتر کردن. پیش مثلا میتونید برآورید هر کسی بخواهد بیاد، که به دشواری ها بود، نه الان دیگر مانع نیست. الان دیگر میتواند هر شخص ساکن دو کشور به روادید به ویزا بیاد سیر گشت کند. یعنی مثل یک وطن خویش است. ببینم من فکر میکنم این در کشور خود ما، کشور خود معاشرت علاوه خوبی های زیادی علاوه هستند. اصلا سفر برشونن از اینجا به یک جای. مثلا من از دوشنبه بخوام کجا برم، اگر آزاد میرم، مثل که از تاجیکستان با یک پاسپورت خطی شناسنامه اومدم ایران. وقتی این خوبی های پیشوای معظم ملت رو ما همیشه شهروندان تاجیکستان، فرزندان اصیل ایمن سینا که ما با روند سفرها حتما با مقبره قبر ایشان رفته استاد را زیارت میکنیم، روحشان شاد باشند که علم همون کس امروز ما را لباس سفید تیپ امروز ما را عزت داده است. چرا ما روح آن را با دعاهای خویش شاد نکنیم؟ ولی ابن سینا با زحمت‌های خودش و رحمتش کند امروز ما اهل اتباع عزت و آبرو داریم، نه فقط در کشور خویش، در تمام جهان لباس سفید دار در بعد اون عزت احترام خویش را دارد. پس من می‌خواستم تشکر برای شما استادان برای ابراز اندیشه خودتان وقت شده کردید، صحبت ما را نشکسته و وقتی بیننده بنده ابونتشون بنده نشوخت رو ابراز داشته. دل نزد کسی بینشی که از دل خبر دارد، به زیر درخت بیرا که گلهای تر دارد، و بازار بیکاران هر سو مرا، و دکان بیرا و دکان بینشی که اون دکان شکر دارد، که صحبت‌های شیرین استادان محفل ما را گرم می‌کند. تشکر برای شما. انتظار باز دیگر صحبت‌ها برام. تشکر زیاد.